وقتی عضلاتت ضعیف هستند، این کارها ممنوعه. نادیده گرفتن فرم صحیح. وقتی عضلات ضعیف هستند، معمولاً عضلات تثبیت کننده هم ضعیف هستند. انجام حرکات با فرم غلط ریسک آسیب رو چند برابر میکنه. کیفیت و فدای کمیت نکنید. حرکات انفجاری و پرشی. حرکاتی مثل پرش روی جبه یا دویده سرعتی میتونن به تاندونها و مفاصل ضعیف فشار بیارن. سیستم عصبی عضلانی شما هنوز آمادگی این نوع حرکات رو نداره. اول باید عضلات پایه رو تقویت کنید، بعد سراغ اینها برید. حرکات سنگین با وزنه‌های بالا. وقتی عضلات ضعیف دارید، بلند کردن وزنه‌های سنگین اشتباه بزرگیه. بدن شما آمادگی تحمل این فشار رو نداره و احتمال آسیب دیدگی خیلی بالاست. عضلات ضعیف نیاز به شروع آروم و تدریجی دارند. تمرین بیش از حد یک گروه عضلانی. عضلات ضعیف به استراحت بیشتری نیاز دارند. تمرین هر روز یک عضله مثل شکم یا بازو باعث میشه عضله فرصت ترمیم و رشد نداشته باشه. بین جلسات تمرینی حداقل 48 ساعت استراحت بدید. غفلت از تغذیه و خواب. بدون پروتئین کافی و خواب با کیفیت عضلات ضعیف هرگز قوی نمیشن. رژیم کم کالری یا کم خوابی مستقیم جلوی رشد عضلانی رو میگیره. یادتون باشه عضله توی باشگاه ساخته نمیشه، توی خواب و تغذیه ساخته میشه. نکته مهم، همیشه با یک متخصص مشورت کنید و برنامه رو متناسب با سطح خودتون شروع کنید. آروم و پیوسته پیش برید، نتیجه میگیرید. اگر به تندرستی و کیفیت زندگی خودتون علاقه‌مند هستید، ما رو دنبال کنید.